تمام انبیا 1,24,000 پیامبر به خاطر عدالت آمدگی است. و عدالت اینجا اشاره شد چطور میشه که کتاب آسمانی اونجا نافذ شود. کتاب آسمانی تا که دستور الله، دستور قرآن که فعلا از نافذ نشه، تطبیق نشه، در زندگی ما اونجا عدالت نمیاد. کدام کشورهایی که قانون جور کرده غیر از قانون قرآن، هر قدر مساوات باشه اونجا عدالت نیست، اونجا ظلم است. زیرا یکی در خود قانون باید عادلانه باشد. قانون یگانه قانونی که دو عدل است قانون الله است. زیرا الله ذاتی است که و ما الله یرید ظلما للعالمین. عدل یک صفت الله است. الله خودش ذاتی است که عدالت میکنه. اراده ظلم هم به مخلوقات خود نمیکنه. و ما انا بظلام للعبید. نیستم ظلم کننده به بالای بنده های خود. هر قانونی را که الله در زندگی ما وضع کرده دو عدالت است. ظلم از بین بردگی است. هیچ نوع ظلم وجود نداره. بنان تا که قانون در زندگی ما قانون قرآن نباشد و قانونی که پیامبر به ما هدایت دادگی است اون نباشه، سنت، اونجا عدالت نیست. حال قوانین های وزیره که شما میبینین مردم ها جور میکنن مخالف قانون قرآن، مخالف قانون اسلام، والله دو ظلم است، 100% ظلم است. دنیا هم از ظلم موج میزنه به خاطر قانون الله نافذ نیست در دنیا و قانون قرآن اونجا وجود نداره. در بعض جا فقط در مورقه است، در کتاب است خلاص، یا در جریده رسمی نشر شدگی است یا در مجلات، اما در زندگی مردم نافذ نیست. به می خاطر ظلم موج میزند و ظالم ها را الله بسیار بد میبره. ظالمه انه لا یحب الظالمین. الله ظالم دوست نداره. عادلین الله میگه ان الله یحب المقسطین. الله عدالتکارا را دوست دارد.